به نام خدا. قصد داریم تست کنکور رو یکی یکی تو فیلم های کوتاه مورد بررسی قرار بدیم و با اولویت های ویژه‌ای، مثل اینکه این کجای کتاب این تست، با کدوم موضوع کتاب میشه این تست رو حل کرد. برای این موضوع از گروه علوم ریاضی فنی 1404 اردیبهشت ما شروع میکنیم و تست اول که میگه در کدام واپاشی عدد جرمی تغییر میکند. حالا سوال اینجاست که در کدام واپاشی عدد جرمی تغییر میکند. بریم ببینیم کدوماش هست. خب ببینید در گاما که فوتون هست، نه عدد جرمی داره نه عدد اتمی داره، پس نمیتونه تغییرش بده. آلفا کاندید خوبیه برای پاسخ به دلیل اینکه عدد جرمی رو خود آلفا عدد جرمیش 4 و عدد اتمیش 2، پس تو واکنش که شرکت بکنه عدد جرمی رو تغییر میده. بتای منفی منهای 1 و 0 هست که عدد جرمی رو نمیتونه تغییر بده. بتای مثبت میشه مثبت و 0 و نمیتونن عدد جرمی رو هیچ کدوم تغییر بدن. این هم هست 0 و 0. اونی که عدد جرمی رو تغییر میده فقط آلفاست. برای این منظور نگاه کنید داخل کتاب شما فقط 4 تا واکنش رو باید بدونید. آلفا همون در واقع همون هلیوم دوباره مثبت هست که اینجا ملاحظه میکنید، یکیش اینه. و بعد واکنش بعدی تو کتاب این هست که بتای منفی هست. ببین عدد جرمی همچنان بدون تغییر اینجا، ولی در آلفا نگاه بکنید عدد جرمی 4 داره، پس در واکنش عدد جرمی رو تغییر خواهد داد به دلیل پایستگی عدد جرمی که باید برقرار باشه. وقتی آلفا خودش عدد جرمی داره، مطمئنا عدد جرمی هسته دختر رو تحت تاثیر قرار میده. واکنش بعدی ما بتای مثبت هست و میبینیم که عدد جرمیش 0. میریم سراغ واکنش آخر گاما. گاما کلن بدون عدد جرمی هست و کلن جنسش فوتونه، نه بار داره نه عدد جرمی داره. خب سوال بعد میگه که در شکل زیر با توجه به خطوط میدان الکتریکی کدام رابطه ها در مورد بار الکتریکی درست است؟ خب کاملا واضحه که در اطراف Q1 چگالی و تراکم بار بیشتر. ببینید اگر همین سطحی که اینجا میبینیم تعداد خطوط که ازش میگذره، همین تعداد خطوط در اطراف Q2 از این سطح داره میگذره، پس قدر مطلق Q1 بزرگتر از Q2 و ضمن اینکه Q1 چون خطوط ازش خارج میشه مثبت و Q2 منفی هست. گزینه‌ای که تمام این موارد رو با خودش داره گزینه 3 هست. Q2 کوچکتر از 0، Q1 هم بزرگتر از Q2. پس بریم سراغ، البته میشه اینم موضوعی تو کتاب نشون داد کجاست، خودتونم میدونید، ولی جایی که خیلی حادتر باشه رو تو کتاب نشون میدم. ببینید سخت‌ترین سوال ها اون هم از کتاب و از کجا داره میاد. 43 شکل زیر آهنربای تیغه‌ای را نشان میدهد که از سیم لوله دور میشود. در این حالت جریان الکتریکی القایی که از گالوانومتر میگذرد به کدام جهت است و در آ و ب به ترتیب چه قطب‌های مغناطیسی ایجاد میشود؟ این وقتی این داره دور میشه، تلاش بر اینه که وضعیت اولیه حفظ بشه. برای اینکه وضعیت اولیه حفظ بشه یعنی این دور نشه. برای اینکه این دور نشه این ور باید N بشه، این ور S بشه، یعنی تبدیل به آهنربایی بشه که جاذب اون آهنربا باشه. پس این سمت N، این سمت S.
خطوط میدان مغناطیسی در داخل از S به N، یعنی الان خطوط میدان مغناطیسی به این شکل. باید 4 انگشت دست راستمون و شستمون رو در جهت جریان قرار بدیم و در هر سمتی که 4 انگشت به ما میگن، چرخش 4 انگشت میگن، جریان میشه. اگر یه همچین چیزی رو قرار بدیم، خطوط یعنی به این شکل جریان از پشت به جلو میاد و در واقع به این شکل میبینید که خب اگر همین رو بگیریم یعنی جریان از آ به ب هست. جریان از آ به ب، آ هم هست N، پس از آ به ب N و S، از آ به ب N و S، گزینه 1. خب 44. یه توضیح اینم بدم دیگه. در واقع در قانون القای فارادی تلاش بر اینه که ما از تغییرات شار جلوگیری کنیم. برای اینکه این تغییرات شار به وجود نیاد باید یه جوری در واقع میدان شکل بگیره که وضعیت اولیه حفظ بشه. وضعیت اولیه یعنی که اون آهنربا رو سعی کنیم نذاریم دور شه. برای اینکه اون آهنربا دور نشه، قطب سمت راست استوانه باید N بشه و سمت چپش S.